یک مسئله را پاسخ میگوییم. بسیار سوال زیاد شدگی است. مسئله خدا گفتن. آیا خدا گفته الله تعالی را در نظر داشتن؟ یا وقتی که دعا میکنیم ای خدا، یا خدا در قرآن گفت، یا پیغمبری خدا، همین استفاده کلمه خدا اجازت است یا نیست؟ آیده سوال روشنی می اندازیم. الله تعالی در سوره اعراف میگوید که ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. الله تعالی نامهای زیبا دارد، شما الله تعالی را با آن نامهای زیبا دعا کنید. و این نامها در قرآن کریم ذکر شدگی هست و در حدیث ها هم آمدگی هست. دیروز بعضی ها را شنیدم که میگفت که برای چی در قرآن 99 نام آمدگی است؟ در قرآن 99 نام آمدگی نیست. نام های الله تعالی اصلا بسیار است، چون که حدیث ابو هریره هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که ای الله، من تو را با تمام نام هایی که دارا هستی با آن نام ها میپرسم. خواه آن نام ها را در کتاب هایت نازل کرده باشی، یعنی خواه قرآن، خواه دیگر کتاب های آسمانی نازل کرده باشی، خواه آن نام ها را به یگان بندگانت تعلیم داده باشی، خواه به آن نام هایی که در نزد خودت ذخیره کردی و هیچ کسی از اون نام ها خبر ندارد. این حدیث دلالت میکنه که نام هایی هست که الله تعالی نه در کتاب ها نازل کرده است و نه در پیغمبرها یا در یگان بندگانش تعلیم نداده است. هیچ کسی نمیدونه غیر الله. این خیلی نام های هم است. ولله الاسماء الحسنى. الله تعالی نام های زیاد دارد و اون نام ها زیبا است. فدعوه بها. با آن نام ها الله تعالی رو دعا کنید. کلمه خدا در بین این نام ها نیست. البته این مسئله یکم است. یعنی خدا به زبان فارسی هست، به زبان تاجیکی هست، حتی به زبان پشتو، حتی کویتی هایم لهجه داشتن علی خدا میگفتین، علی الله. عرب های مثلا حجاز علی الله گفت، اونا علی خدا میگفتین. کویتی ها، عراقی های هم همسایه ایرانی ها که هست، یعنی لهجه ها و لفظ ها آمیخته شدگی هست. اصلا کلمه خدا گفتن اجازت است، گناه نیست، اجازت است. ولی این از نامه های زیبای الله تعالی نیست. نام ها در حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم که ان لله 99 اسما او کما قال صلی الله علیه و سلم. الله تعالی 99 نام دارد. نام هاش زیاد است، لیکن 99 نام دارد که همین 99 را اگر کسی حفظ کند و محتواش معناهایش را داند و عمل کند، دخل الجنه، وارد بهشت میشد. و این 99 نام ها را بعضی علما جمع آوری کرده از قرآن، از حدیث گرفته 99 کردند، یعنی رقم ماندن، نوشتند. بله، اون 99 نام ها را حفظ کنید، عمل کنید. خدا از جمله آنها نیست. اون نام ها همش به زبان عربی هست، مانند قهار، جبار، رحمان، رحیم. اون نام ها در قرآن و در حدیث نازل شده است. اما خود کلمه خدا گفتن که مردمی فارسی زبان ها یا دیگر مردم هایی که این کلمه رو استفاده میبرن هیچ گپی نداره. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در کتاب فقه الاکبر گفتن که و یجوز ان یقول بروی خدا، جایز است که گفته شود که قسم بر روی خدا، و یجوز ان یقول بروی خدا، جایز است گفتن، هیچ گپی ندارد. و شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتن که كذلك الرب سبحانه یوصف بالعربی الله الرحمن الرحیم و بالفارسیه خدای بزرگ و نحو ذلك و هو سبحانه واحد و التسمیه الدالة علیه تکثر. شیخ الاسلام ابن تیمیه گفتن که این چنین الله تعالی پروردگار عالم وصف کرده میشه با زبان عربی الله الرحمن الرحیم گفته میشد، با زبان فارسی خدای بزرگ گفته میشد. و مانند این گفتن و نحو ذلك. و ببینید شیخ الاسلام کلمه خدای استفاده کردن. و هو سبحانه واحد، الله تعالی یگانه است و نامهایی که بر او دلالت میکند بسیار است. گفتم در کتاب فتاوای کبرا مجلد 6 صفحه 567 و اینچنین در کتاب تسعینیه
و محقق کتاب تسعینیه همین سخنی شیخ الاسلام که به زبان فارسی خدای بزرگ گفتن، همین گفتن که و تعنی الله العظیم، مقصد از کلمه خدای بزرگ الله العظیم به زبان عربی ترجمه کرده این گپ گشته الله بزرگ است گفتن، خدای بزرگ به معنای الله العظیم گفتن، یعنی خدا را به الله ترجمه کردن. این کس محقق کتاب تسعینیه، این تسعینیه کتاب شیخ الاسلام رد به جهمیه های و معتزلی های و به اشاعره رد زدن، این آدم تحقیق کردگی است. مؤلفش دکتر محمد ابن ابراهیم العجلان، عضو هیئت تدریس بقسم العقیده والمذاهب المعاصره بجامعه الامام محمد ابن سعود الاسلامیه، یعنی آدمی که متخصص به علم عقیده هست در تحقیق کتاب تسعینیه. تسعینیه 90 وجه، با 90 وجه شیخ الاسلام دلیل های آنها رو باطل کرده رد زدن. در همون کتاب گفتن که جایز است که به زبان فارسی خدای بزرگ گوییم. و این چونین ابوبکر خوارزمی رحمت الله علیه سال 383 گذشتگی هستند در کتاب مفید العلوم میگن که و اما و امت العربی تقول یا الله و امت العجمی تقول یا خدا. عرب ها ای الله میگویند، عجم ها ای خدا میگویند. یعنی همچون اجازت بودنش نقل کردن. و کمال ابن الهمام الحنفی، این کس یکی از عالم های معتمدی مذهب امام ابو حنیفه سال 861 هجری وفات کردن، میگن که ولو قال بالفارسیه سوگند میخورم به خدای یکونو یمینا. اگر یگان آدم به زبان فارسی گفت که قسم میخورم به نام خدا، گفت سوگند میخورم به خدا، سوگند میخورم به خدا، اگر گوید یکونو یمینا قسم حساب میشد. یعنی قسم به خدا من فلان عمل را اجرا میکنم، گفت اجرا نکند کفاره قسم باید دهد. ببینید به خدا قسم به خدا گفتن قسمش منعقد میشد گفتن. خب لان معناه احلف الان بالله، و ترجمه هم کردم معناش این است که من حاضر به نام الله قسم میخورم. انتهى، تمام شد سخن ابن همام حنفی از کتاب فتح القدیر. و این سخن در هدایه و در فتاوی هندیه هم هست، کتاب های معتمدی مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. و این چونین صلاح الدین خلیل ابن ایبک ابن عبدالله صفدی، تاجیکا ایبک میگن، ازبکا هم ایبک میگن، لیکن به زبان عربی ایبک خوانده میشد. این که سال 764 هجری گذشته. میگن که و انما خدای بنده معناه عبدالله، معنای کلمه خدا بنده، بنده خدا، معناش عبدالله هست. میگن در کتاب الشعور بالعوری. خب در کتاب فتاوی لجنه دائمی، یعنی در اینجا یک چند مجموعه از کبار علمای مملکت عربستان سعودی، یعنی فتوای دست جمعانه میدهند. پرسیده شدن که هل یجوز ان یسمى الله احد بغیر اسمه مثل خدا بالفارسی، خدای بالبشتو او گاد بالانجلیزی و غیرها من الاسماء. سوال چنین است: آیا اجازه است که یکی نام الله تعالی را نام گیرد به نام‌هایی که الله خودش را نام نگرفته است؟ در قرآن و در حدیث اون نام وارد نشده است. همون نام که درباره الله تعالی گفت زند، مثل خدا به زبان فارسی، خدای به زبان پشتو، گاد به زبان انگلیسی یا باگ مثلا به زبان روسی. این سوالنده نیست، ولی همین سه زبان آورده است. بعد فتاوی لجنه را گوش کنید. تجوز ترجمه اسماء الله لمن لا يعرف اللغة العربية بلغتهم. جایز است ترجمه کردن نام‌های الله تعالی برای آن آدمی که نمیداند زبان عربی را، یعنی به دیگر زبان وقتی که حرف میزنید به اصطلاح آنها گپ زدن اجازه ده. شیخ الاسلام در این باره وسیع‌تر در درع تعارض عقلی و نقل و در مجموع فتاوا هم وسیع‌تر گپ زدگی هستند. در فتاواهای مصریه هم است.
خب فتاوی لجنه این است که اجازت هست گفتن. بعد با قیاس کردن کما یجوز ان تترجم لهم معانی الآیات، خیلی که ترجمه معناهای آیات قرآن را ترجمه کردن به دیگر زبان اجازت است، همین گونه به دیگر زبان ها ندا کردن الله تعالی اجازت است گفتن. و قال الشیخ محمد بن صالح العثیمین، برای چی نام های این شیخ ها را گفته ایستادیم؟ برای آنکه آن آدمایی که بعضی تاجیکایی که گفتن که خدا نگو، خدا گفتن ممکن نیست، بدعت است گفتن، اینا این شخصیت ها را قبول دارند. بنابراین از کتاب های اینا نقل کنم تا اینکه به قول مردم جنوب زنوکاشون گیرد. ترجمه اسماء الله سبحانه و تعالی لمن يريد ان يتفهمها هذا لا بأس به بل قد يكون واجبا. ترجمه کردن نام های الله تعالی برای آن آدمایی که فهمیدن میخواهد هیچ گپی ندارد، بلکه گاه واجب میشود گفتن در فتاوی حرمین. این چنین دکتر ناصر ابن عبدالله ابن علی القفاری گفتند خدا بالفارسیت الله، یعنی ترجمه کرده شده. حالا میبیاد مسئله آیا الله مشتق است یا نه، خلاف لغوی ها و اصولی ها هست، ولی قول صحیح ترجمه کرده میشه. چه خیلی که دیده سادید از بزرگان ترجمه کردن نام الله رو به خدا ترجمه کرده ایستادیان. این کس دکتر ناصر ابن عبدالله ابن علی القفاری میگن که خدا بالفارسیت الله و بنده عبدون ای عبدالله، یعنی بنده الله. اصلا این در شاید در ذکر کتاب منهاج السنه شیخ الاسلام است. در کتاب منهاج السنه شیخ الاسلام رد زدن در 9 مجلد به کتاب منهاج الکرامه یک شیعه، بهترین کتاب در روی دنیا که به شیعه رد زده است کتاب منهاج السنه شیخ الاسلام ابن تیمیه است. عورت آنها را کشاد، باطل بودن آنها را به تمام دنیا معرفی کرد و یگان انسان مثل شیخ الاسلام، یعنی که اینقدر از نگاه علم و حجت و دلیل و تاریخ و نقد آنها را شکستگی نیست. و این چنین این آدم دکتر ناصر ابن عبدالله این گپ در کدام کتابش گفتگی است؟ در کتاب اصول مذهب الشیعة الامامیه الاثنی عشریه. این کتاب رساله دکترا هست. این کتاب توصیه میکنیم علل خصوص به شیعه ها و این چنین به طالب علمانی که میخواهم به شیعه ها رد زنن. بعض شاگردان شیعه ها همین کتاب اصول مذهب شیعه امام اثنی عشریه را به بعض بزرگان شیعه ها، امام های این مذهب برده میدن که به همین کتاب رد زن. من خونده نتونستم رد زدم. شما رد زنید، شما بزرگ هستید. تا بعضی طالب علم برده دادین یک مراتبه خوانده است، 2 مراتبه خوانده است، سنی شده است. چقدر شیعه ها این کتاب خوانده سنی شده؟ گیرید خوانید برادران. یعنی مصنفش الله به خدا ترجمه کرده است، زنده است دکتر. و این چنین من شخصا خودم شیخ عبدالمحسن قاسم استادمون قاضی مدینه منوره و امام خطیب مسجد نبوی رو در داخل مسجد نبوی شخصا پرسیدم، چون که همون زمانی طالب علم بعضی تاجیکا برآمده بودن که خدا نگو، خدا گفتم بدعت هست میگفتن. بعد شخصا شیخ پرسیدم، گفتن که ما فی بس، به همین لفظ شیخ گفتن که ما فی بس، یعنی گفتن خدا اجازت است. این شیخ عبدالله ابن عبدالرحمن الجربو رئیس قسم عقیده در جامعه اسلامی بود. این آدم به من استاد نیست، درس هم دادگی نیست، لیکن در جامعه اسلامی وا خوردم در کلیه حدیث و روبرو شدم، سلامت کردم، پرسیدم خدا گفتن جایز است یا نه؟ گفت که جایز است. در همین قدر کفایتی میکنیم به این سوالا. اگر کسی جوابی وسیع خواهد بعد با از دیگر کتاب ها نقل میکنیم. الله تعالی اعلم.